أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که رهیاب شد بیگمان به فایده خود رهیاب می شود و کسی که گمراه شد بیگمان به زیان خود گمراه می شود و هیچ بردارنده بار دیگری را بر نمی دارد و ما هرگز کسی را عذاب کننده نیستیم تا پیامبری را بفرستیم و چون بخواهیم دیاری را تباه گردانیم توانگران سرکش آن را امر می کنیم تا نافرمانی کنند، پس بر آن دیار حکم عذاب عملی می شود و ما ایشان را به گونه شدیدی در هم می کنیم. چی بسا کسانی را از نسلهای بعد از نوح هلاک ساختیم و پروردگاری تو به گناهان بندگان خود به حیث دانا و بینا بسنده است. هر کسی چیزهای زودگذری این دنیا را خواسته باشد، ما در دم چیزی را که اراده کنیم برای کسی که خواسته باشیم می دهیم، سپس برای او دوزخ را آماده کرده ایم، در آنجا نیکوهیده و رانده شده خواهد سوخت. و هر کی آخرت را بخواهد و برای حصول آن سعی خود را به کار برد و او مسلمان نیز باشد، پس سعی چنین کسانی پذیرفته شده نیست. از عطای پروردگار تو هم این گروه و هم آن گروه همه را برخوردار می سازیم و عطای پروردگار تو از کسی هرگز باز داشتن نمی شود. ببین چگونه بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت داده ایم، ولی بیگمان آخرت بزرگتر است، هم از روی درجات و هم از روی فضیلت. با خدا معبود دیگری مگیر، ورنه ای انسان نیکوهیده و بیچاره زمینگیر میشی. پروردگار تو حکم کرده است که بجز او هیچ کسی و هیچ چیزی را پرستش نکنید و با پدر و مادر نیکی کنید. اگر کسی از ایشان یا هر دویشان نزد تو به بزرگسالی میرسند، پس به ایشان اف مگو، یعنی کمترین اهانت مکن و بر ایشان بانگ مزن، بلکه به ایشان به نیکویی سخن زن و بر ایشان بالهای تواضع خود را با مرحمت بگستران و بگو پروردگارا بر ایشان ببخشا همچنان که مرا در خردسالی تربیت کردند. پروردگار شما به آنچه در دلهای شماست بهتر میداند. اگر نیکو کار باشید پس بیگمان خداوند کسانی را که به سوی او رجوع می کنند یعنی توبه می نمایند می آمرزد. حق صاحب قرابت را بپرداز و نیز حق مسکین و مسافر را، اما از اسراف خودداری کن. مسرفان بیگمان برادران شیاطین هستند و شیطان به پروردگار خود ناسپاس است. و اگر از ایشان یعنی ناداران روی برمیتابی که نادار هستی و در انتظار دریافت مرحمتی از جانب پروردگارت می باشی که امید آن را داری، پس با ایشان سخن ملایم بگو. دست خود را بخیلانه به گردن خود مبند و نیز به آخرین حد آن مگشا، به حدی که ملامت تو درمانده شوی و زمینگیر گردی. حتی که پروردگار تو روزی را به هر که بخواهد میگشاید یا تنگ میگرداند، حقا که او به مصالح بندگان خیش آگاه و بیناست. و اولاد خود را از ترس فقر مکشید، ما آنها و شما را روزی میدهیم، بیگمان کشتن ایشان گناهی بزرگ است. و به زنا نزدیک مشوید، بیگمان عمل زشت است و راهی بدی است. و کسی را که خداوند قتل او را حرام ساخته جز به حق مکشید و کسی که به ستم کشته شود پس بیگمان وارث او را صلاحیت قصاص دادیم، پس نباید در کشتن زیاده روی کند، بیگمان او شرعاً یاری داده شده است.